تو مجبور هستی که مرا کمک کنی. آتش گپ ما گوش چی را گوش کنم آرزو؟ چی را گوش کنم؟ لطفا سرم فشار نیار. تو نمیفهمی که من در چی وضعیت هستم؟ هر وقتی که خواسته باشی اینجا آمدن نمیتونی. چرا نمیفهمی؟ آتش من برات زنگ زدم اما تلفنت خاموش بود، جواب ندادی. باز مجبور شدم که اینجا بیایم. بله خاموش بود. چرا که من نمیخواستم گپای تو را بشنوم. چرا که من در وضعیت نیستم گپایی را که تو میگی قبول کنم. چند بار برات بگویم که اینجا نیا. دوران بسیار مریض است. مریض است؟ او را چی شده؟ تبش شدید شده. به شفاخانه رفتیم. او نام تو را گرفت. از او خاطر به تو زنگ زدم، چون او فقط پدر خودم میخواهد، تو را میخواهد. آتش خانم نصرت جواب نمیده. همسایه شام بخیر. شام بخیر. چیزی اینا پس پیش کجا روان هستن؟ شام بخیر. مادر چی گپ است دختر؟ پیش روی خانه آقای الیاس بیرو بار است. مردم زیاد رفت و آمد میکنن، حتما او بیچاره فوت کرده. چه باش دختر چه باش؟ گپ زدن تو بگو حالا بریم ما و شما ببینیم. تو یک طفل داری آتش؟ بله من تازه خبر شدم. امرای آرزو وقتی که در سوئیس درس میخواندیم با هم عروسی کردیم. بعدا من به ترکیه برگشتم. من آره فهمیدم که یک طفلم دارم. من بسیار معذرت میخوایم. باید برم چون بچه مریض است. یک لحظه. آتش هم همراه تو میایه. خانم نصرت من رفتن نمیتونم به خاطر که بهار در وضعیت بسیار بد قرار داد. آتش بچه‌ت مریض است و تو ضرورت داره. میخوای او را در تو یک حالت تنها کنی؟ گوش کنین خانم نصرت، ما بیازو به خاطر که ای گپ از بهار پنهان کردیم بسیار ناراحت هستیم. امروز ما رقم شبه ای گپ به بهار میگم. نه خیر نباید برش بگویی. نه خیر تو نمیتونی که امروز گپ برش بگویی. آتش تو خو امروز بهار دیدی؟ بهار من قبول نمیکنه، محمد امیر قبول نمیکنه. تنها کسی که در زندگی داره او تو هستی. بالای کسی که اعتماد میکنه او فقط تو هستی. تو نمیتونی گپ برش بگویی. آله تو یک کار میکنیم که هر دوی ما از اولادای خود مراقبت کنیم. تو برو پیش بچه خودت، ما میرم پیش دختر خودم.